بی‌توجهی و تحقیر رو نمیتونی تحمل بکنی. میدونستید ورود هیچ آدمی به زندگی ما تصادفی نیست؟ روانشناسی عزت نفس میگه آدما کسایی رو انتخاب میکنن که با تصویر ذهنی که از خودشون دارن همخونی داشته باشه. اگر خودت رو کم ارزش میبینی، پس جذب کسی میشی که تو رو کم ارزش ببینه. ریشه موندن کنار آدمای ناسالم، کمبود عزت نفس و نیاز به تاییده. تا وقتی خودت رو قبول نداری، دنبال کسی میگردی که با تحقیر و بی‌ارزشی اون باور درونی تو که من ناکافی هستم رو تایید بکنه. اما اگر ارزش واقعی خودت رو پیدا کردی، دیگه بی‌توجهی و تحقیر رو نمیتونی تحمل بکنی. و به جای اینکه دنبال تایید بگردی، دنبال احترام متقابلی. یک کار کوچیک اما مفید میتونه باعث تقویت عزت نفس تو بشه. مثلا روزانه نیم ساعت کتاب بخون، قدم بزن، ورزش کوتاه انجام بده. وقتی این کار مفید روزانه تکرار بشه، عزت نفس واقعی شکل میگیره.